بشنو از وی چون حکایت میکنند او از جدایی شکایت میکنند. سازمان نیکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حمایش بین المللی مولانا را در زادگاهش در مزار شریف برگزار کرد. در سمپوزیومی که به یادبود مولانا در بلخ برگزار شده است، بیش از 600 تن از نویسندگان، استادان پوهنتون، دانشمندان ادبیات فارسی، شعرا و ادبای معروف افغانستان و منطقه اشتراک کردند. این سمپوزیوم به حمایت مالی عطا محمد نور، سرپرست بلخ، و با همکاری سازمان نیکو برای 3 روز راه اندازی شده است که روز آخر آن در کابل برگزار خواهد شد. ذبیح الله احساس، عضو کمیته ادبی همایش بین المللی خداوندگار بلخ، میگوید که توجه اصلی به معرفی مولانا به عنوان محبوب ترین شاعر تصوفی این دیار باستان می باشد. و ای گفت با وجودی که مولانا متعلق به تمام جهانیان است، اما او زاده بلخ است و این حقیقت نباید به فراموشی سپرده شود. آقای احساس افزود اینکه کشورهای منطقه در تلاش ثبت آثار مولوی به عنوان آثار مشترک ترکیه و ایران در یونسکو بودند. آنان در مورد واکنش شدید نشان داده و جهت معرفی مولانا به عنوان زاده سرزمین بلخ این سمپوزیوم را راه اندازی کردند. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.